سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 30 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از 1 ایول معاش و نفقه ها در تاجیکستان 20% بالا برده می شوند. بس بر سر دختر سبب آدمکشی و 17 سال و 6 ماه حکم زندان یک جوان شد. یک ساکن ظفرآباد برادر خودش را با کلنگ زده تهدید کشتن کرده است. سامون ایر پروازهایش در خطر دوشنبه میونخن را افزایش می‌دهد. هشدار تا 2 ایول در یک قسم تاجیکستان خاکبارش می شود و بعد آن باد شدید. در کنار پتربورگ 2 زاده تاجیکستان خانه یک زن از ازبکستان را غارت کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. از 1 ایول سال 2023 حجم معاش کارمندان دولتی و نفقه ها در تاجیکستان 20% بالا برده می شود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هنوز روز 6 فوریه سال 2023 با امضای یک فرمان امر داد که با مقصد بلند برداشتن سطح نیکو احوالی و تامین حفظ اجتماعی اهالی از 1 مارس سال جاری معاش وظیفوی خدمتیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق به اندازه 25% و کارمندان دیگر این مقامات به اندازه 20% زیاد کرده شده. از 1 ایول سال 2023 معاش وظیفوی کارمندان تشکیلات‌های ساحه معارف، علم، تندرستی و حفظ اجتماعی، حجم استیپندیاهای دانشجویان و نفقه زمینوی و دیگر نفقه‌های موجوده 20% بالا برده می‌شوند. همچنین نفقه های سقورتوی نیز باید از 1 ایول 16% اندکساسیون کرده شوند. به حکومت تاجیکستان امر داده شده بود تا خراجات وابسته به افزایش معاش و نفقه ها را در ساختار بودجه دولتی از نو حساب کتاب کنند و در ظرف 1 ماه آینده از حساب بودجه منبع های بالا بردن معاش و نفقه ها را معین و حساب کتاب کنند. در سال 2023 بالا بردن حجم معاش و نفقه ها و استیپندیاها از جمله وعده های پرزیدنت امامعلی رحمان بود که 23 دکمبر سال 2022 در پیام سالانه‌اش بیان داشت. در حال حاضر حجم معاش و نفقه در تاجیکستان از همه پسترین در بین کشورهای شوروی سابق به شمار می رود. به این دلیل منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان نه معاش و نفقه بلکه آن پول‌هایی است که مهاجران تاجیک از خارج و اساساً از روسیه می‌فرستند. دادگاه شهر دوشنبه ولیجان شیروف یک جوان تاجیک را برای قتل نابالغ و مجروح کردن یک کس دیگر به سالهای دراز زندان محکوم کرده است. دادگاه روز 29 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت ولیجان شیروف با یک جوان دیگر که از او RM نام بردند درباره دختر تلفنی جنجال کرده و سپس با جمعی از رفیقان خود به ملاقات روبرو آمدند. گفتگوی دو طرف در نزد بازار سامان دوشنبه در روز 2 فوریه امسال به زناشویی و کارتکشی انجامید است. دادگاه گفته است ولیجان شیروف یک نابالغ را که از او هی نام بردند چند کارت زد و او در راه به شفاخانه جان داد. نفر دوم کارخورده به نام AA تنها جراحت برداشته است. دادگاه برای قتل ولیجان شیروف را به 17.5 سال زندان محکوم کرد. نظر وکیل دفاع محکوم شده و خود او معلوم نیست. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 30 ایون سال 2023 از آغاز پرونده جنایتی بر اساس ماده 120 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به یک مرد 29 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد خبر داد که او به تهدید کشتن برادر خودش عیبدار می شود. خود این مرد و نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع نشر شده در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی نام برده در حوله استقامتیش از حسیات بدبینی با برادرش بحث و مناقشه نموده با مقصد تهدید کشتن با کلند خواجگی در دستش بوده یک مرتبه به اعضای بدنش ضربه زده تهدید کشتن نموده است. تفصیلات دیگر این حادثه نشر نشده است. کی رخ دادن این مناقشه اولیوی و سبب از گریبان یکدیگر گرفتن دو برادر نیز معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوء قصد به کشتار و تهدید کشتن خویشاوندان نزدیک خبرهای زیادی به دست میرسند. این در حالی است که در بین مردم تاجیک به ارزش‌های اولیوی ارزش زیاد میگذارند و هر نوع بدرفتاری نسبت به پدر و مادر
یا خواهر و برادر و دیگر خویش و تبار را سخت محکوم میکنند. جامعه شناسان افزایش چنین جنایت‌های سنگین را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را یکی دیگر از سبب‌های چنین تمایل منفی در جامعه می‌نامند. شرکت سامان ایر، یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان، روز 30 ایون سال 2023 از افزایش شماره پروازهایش در خط سیر دوشنبه میونخن دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سامان ایر از 19 ایون سال جاری، این شرکت هواپیمایی پروازها را به میونخن و سمت بازگشت هفته 2 مرتبه روزهای چهارشنبه و شنبه انجام خواهد داد. زیاد شدن پروازها بین دوشنبه و میونخن نه تنها تاجیکستان را به کشورهای اروپا باز هم نزدیکتر می سازد، بلکه برای مسافران هنگام بنقشه‌گیری سفر امکانات‌های بیشتر فراهم می‌آورد. گفته شده است در اطلاعیه نشر شده در حال حاضر شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و به چندین شهر روسیه انجام می‌دهد. پارک این شرکت از 6 هواپیمای معاصر بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 عبارت میباشد. خط سیر دوشنبه میونخن دوشنبه یگانه خط سیری است که تاجیکستان را مستقیما با اتحاد اروپا میپیوندد. از این خط سیر اساساً مسافرانی که نقشه سفر به اروپا و دیگر کشورهای دنیا از جمله به امریکا را دارند استفاده میبرند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان با توجه میهمانان و ساکنان جمهوری میرساند که از 3 ایون تا 2 ایول سال 2023 در حدود ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری خاک بارش ادامه خواهد کرد. روزهای 3 و 4 ایول سال روان در قلمرو ولایت ختلان و نواحی تابع جمهوری باد شدید در نظر داشته شده است. بنا به گفته امین منبع در این روزها در منطقه‌های یاد شده شمال با صورت 13-18 متر در یک ثانیه خواهد وزید. روزهای 29 ایون تا 5 ایول سال 2023 در یک قطار ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بعضی ناحیه‌های تابع جمهوری بر اثر آب شدن پیریخ‌ها آمدن سیل‌ها احتمال دارد. از 3 ایون تا 5 ایول سال 2023 در قلمرو ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز بر اثر عامل‌های متئورولوژی یا چنگ و خاک در نظر است. در همین ارتباط کمیته حالت‌های فوق‌العاده از اهالی خواهش می‌کند در چنین روزها بسیار احتیاطکار باشند، جو و کانال‌ها و سیل‌راه‌ها را تازه کنند تا اگر سیل هم آمد به مجرای خود رود به خانه و تاخانه و کشتزارها وارد نشود. در چنین روزها خودداری کردن از جمع‌آوری رستنی‌های دوروار، جمع‌آوری هیزم، چارواچرانی و شکار در بلندکوه‌ها توصیه داده نمی‌شود. رانندگان هنگام حرکت در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کنند. بالا بردن سرعت حرکت و رعایت نکردن مسافه میان ماشین‌ها از عامل‌های حادثه‌های ناخوشند گفته می‌شود در هشدار کمیته حالت‌های فوق‌العاده. کارمندان پلیس در شهر کودرو و ولایت لنینگراد روسیه 2 شهروند 27 و 24 ساله تاجیکستان را با اتهام روزنی دستگیر کردند. طبر روز 3 ایون سال 2023 نشریه محلی 47 کانال خبر داد که 2 جوان تاجیکستانی شب 26 ایون سال جاری در کوچه پراشتکای شهر کودرو و به منزل یک زن 33 ساله از ازبکستان حمله آورده با زوری تلفن موبیلی و پولهای او را کشیده گرفتند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی به گفته منبع کانال 47 آنها 26 ایون به منزل زن ازبکستانی زده در آمده او را مجبور کردند که پس اندازهایش را برآورده به آنها بدهد. زن از ترس $3,000 و 50,000 روبل و تلفن موبیلش را برای زن داده است و آنها بعد این از جای حادثه فرار کردند. مبلغ عمومی ضرر رسانده شده 312,000 روبل روسی را تشکیل داده است. بعد فرار روزنا شهروند ازبکستان به پلیس مراجعت کرده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 162 کودکس جنایتی روسیه با اتهام روزنی پرونده جنایتی گشودند و کارمندان پلیس علاقه یک روز پس
دو شهروند 27 و 24 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. هر دوی آنها حالا در تحقیقگاه قرار دارند و تفتیش این پرونده ادامه دارد. با این دو جوان تاجیکستانی بر اساس ماده 162 کودکس جنایی روسیه برای روزنی تا 12 سال زندان و جریمه به مبلغ تا 1 میلیون روبل تهدید میکند. 28 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 13:20 راننده اتومبیل تمغه تویوتا قابلوف عبدوغنی سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه رودکی به سمت کوچه سامونی در روبروی ایستگاه باغ حیوانات شهر دوشنبه قاعده های حرکت راه را رعایت نکرده پیاده‌گرد نابالغ نظیروف محمد سال تولدش 2006 ساکن شهر کولاب را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد نابالغ نظیروف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 28 میون سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 راننده اتومبیل تمغه تویوتا حکیموف اکمل سال تولدش 1990 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب در حدود جماعت دیهات سیبستان نوی دنغره به خطری حرکت راه را رعایت نکرده پیاده‌گرد خرسال کریم و مونیسا سال تولدش 2013 ساکن نوی مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال کریم و جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 28 میون سال 2023 تخمینا ساعت 12:00 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز میرزا رحیموف دلاور سال تولدش 1994 ساکن نوی رودکی هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات سامان شهر ایسار از روده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد خرسال یوسفوف مسلیدین سال تولدش 2016 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال یوسفوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه خراسان عریضه زن 34 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که ماه می سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا اشیای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 46930 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 52 ساله ساکن نوحه بلخی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن نوحه فیض‌آباد با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 26 میون سال 2023 تقریبا ساعت 14:40 هنگام در مرکز خدمت رسانی آبشاران واقع در کوچه شیروزی قرار داشتنش با راه پنهانی از داخل جوان لباسی وزکنک که به جوان 18 ساله ساکن نوحه رشت تعلق دارد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون ایکس را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن شهر بوختر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 17 میون سال 2023 هنگام در ساحل بحر تاجیک واقع در منطقه آسایشگاه شهر گلستان قرار داشتنش از جیب جوان 19 ساله ساکن نوحه باباجان غفوروف یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و 700 سامانیش را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 3700 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 27 ساله ساکن شهر استرافشان 12 ایون سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او با بهانه صرف نمودن به حج فرضی مبلغ 133,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان.
خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.